پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و با مردم شریف تاجیکستان امسال بسیار در یک روحیه نو و با دستگیری به واسطه ساحه اجتماعی بلند برداشتن مزد مهنت کارمندان ساحه اجتماعی معارف فرهنگ تندرستی اینچنین ساحه مقامات قدرتی کشور آغاز گردید و باید قید کرد که همه ساله در پیام‌های نوبتی رهبریت عالی کشور باز هم ترقیات آینده جمهوری تاجیکستان عزیز با روشنی نگاه داشته می شود و اساساً آن ذخیره و امکانیت هایی که در خود تاجیکستان عزیز است در سمت ساحه پیشروی هدف نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان صنعت‌کنی با سرعت آن دستور سپارش هایی که پیشوای معظم ملت و همه خدمتچیان دولتی وزارت ها کمیته های دولتی دادند در سمت باز هم زیاد نمودن جای های کاری و مخصوصا آمادگی مردم شریف تاجیکستان و بسیار یک مقدس ترین 35مین سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و در این سمت در همه شهر و ناحیه ها گذراندن کارهای آبادانی و آن دستور نوبتی رهبریت عالی کشور و پیام نوبتی در امسال پیش از همه از نو آغاز گردن آن مسابقه ها بین ده ها بین جماعت ها آید به گذراندن مسابقه های بهترین ده، بهترین ناحیه، بهترین مرکزی ولایت. این به همه ما شهروندان جمهوری تاجیکستان مخصوصا شهروندان ولایت ختلون که یکی از کلانترین ولایت های جمهوری تاجیکستان امکان میدهد که باز هم حسی وطن دوستی، حسی پیشاهنگی را در اینجا و دست گرفته برای آینده تاجیکستان عزیز خود صادقانه خدمت نماییم.